امروز حالت ملت ببینید، در هیچ جای اصلا این حکومت مردم تاجیک نه دیگه قدرش موندگی است. هر جا سرزنش، هر کجا سمبولی که در روسیه اصلا برای ما دیگر جای نیست و کسی دیگر از ما پشتیبانی نمیکنه. در قزاقستان هم همین شکل و در ترکیه هم به همین شکل. امروز دیگر دنیا تاجیک، حکومت رحمانوف تاجیک یک تروریست معرفی کرده. اینها همه به خاطر چی؟ به خاطر منافع خودش. چون که برای دنیا بگه که دیدن که اون سیناریو بازی که در روسیه گذشت، اونها را 100% حکومت تاجیکستان با این چیز همکاره. چون که دنیا را چی گونه رحمانوف بگه که مرا حمایت کنین،